بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب صحتمند باشین و شاگردانی که در صنفمون با ما حضور دارن خوب صحتمند باشن. خوب هستین شاگردا؟ بله. بسیار خوب. امروز ما یک درس جدید و یک عنوان جدید را میخوانیم و خوب است که همراهی شما را هم با خود داشته باشم، چون این درس را بتونیم با مو کیفیتی که داره را هم بخوانیم و براتون یاد بدم. امروز تعلیم و تربیت اسلامی صنف 8 درس 17 صفحات 41 الی 42 کتابتان هست. بسیار زیاد دقت بکنین، موارد را که نمیفهمین هم یادداشت بکنین و این که در جریان درس میتونین سوال بکنین تا اینکه موضوعی که گنگ باقی نمانه و موضوع براتون حل شود. و قبل از او خوب است که یک مرور به درس گذشته ما هم داشته باشیم که ما در درس گذشته کدام موارد را خواندیم و چی نکته ها را هم اشاره کردیم. درس گذشته ما خیار رویت بود و خیار رویت را گفتیم که در لغت عبارت از است که دیدن هست، یعنی زمانی که ما یک موضوع را، یک مسئله را که میخوایم ببینیم یا یک جنس را خریداری میکنیم، در اون صورت اول او را ما میبینیم، بعد او را میخریم و هر دو طرف امو رضایت یک دیگر را حاصل میکنن، بعد امو جنسی که بر دیگر تعلق میگیره. و در اصطلاح هم فهمیدیم که اختیار داشتن ای که انسان زمانی که بعد از اینکه جنس را میبینه و خریداری میکنه حق از این را داره که او را فسخ بکنه و یا ای که او را قبول بکنه. اینها هم مواردی بودن که ما در درس گذشته خواندیم و تعریف خیار هم براتون گفتم که چی از خیار رویت. و در مورد از این که ما در بخش خیار رویت مسئله های را هم خواندیم که وقت ثبوت خیار رویت چی وقت ثابت میشه و در کدام موارد حکم خیار رویت هم چی بود. گفتیم که و بحثی از این که زمانی که خیار رویت صورت میگیره وقت معین مشخص نداره، یعنی خیار رویت زمانی که دو طرف عقد را بسته کردن تا زمانی که در او عقد یک خلل ایجاد نشه، یک معانی ایجاد نشه، در صورت خیار از بین نمیره، یعنی وقت مشخص برای وجود نداره. و احکام خیار رویت را هم خواندیم و پیرامونش صحبت‌های هم بسیار بود که ما صحبت‌هایی را کردیم. و زمانی که ما میریم به بازار یک جنس را میخریم، یک تکر خریداری میکنیم، یکی از موارد بسیار زیاد مهم اساسی است که باید امو جنس را ببینیم، بعد او را خریداری بکنیم. هرگاه جنس را که ما میخریم یا که معلومات درباره از نداشته باشیم، پس ما او را که اگر قبولم کنیم خیار ما ثابت نمیشه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و در مورد از این که ما امروز درس جدید را میخوانیم، تعلیم و تربیت اسلامی صنف 8 درس 17 صفحات 41 الی 42 کتابتان هست. بسیار زیاد دقت بکنین تا اینکه امروز هم ببینین کدام موضوع را ما شامل میشه و میخوانیم. موضوع درس ما خیار عیب هست و شامل موارد زل میشه. حالا ببینین که امروز درس را میخوانیم کدام بخشا را در بر میگیره. این که تعریف خیار عیب چی هست، حکمت و مشروعیت خیار عیب چیست، حکم خیار عیب چیست و در قسمت آخر شروط ثبوت خیار عیب و احکام خیار عیب را میخوانیم و بحث را تمام میکنیم. پس آماده هستین شاگردا که درس آغاز بکنیم؟ بله. بسیار خوب. درس امروز ما باب خیار عیب هست. ببینیم که ما در درس های قبلی خیار شرط را خواندیم، خیار رویت را خواندیم و امروز خیار عیب را میخوانیم. خیار عیب عبارت از آنچه که موجب نقصان ثمن میشه، یعنی امو بها یا قیمتش در نزد تاجر. و عیب قسمی هست اگر کسی یک چیز را خرید و در او عیب را دید، در این صورت اختیار داره که او را قبول میکنه و یا ای که او را رد میکنه. این هم بود تعریف از خیار عیب. و خوب است که مشروعیت و حکمتش هم بفهمیم که هر بحث را که ما میخوانیم یک حکمت داره، یعنی این علم به خاطر چی به وجود آمده، این موضوع به خاطر چی هست و چه سهولت‌هایی را میتونه برای افراد به وجود بیاره. حکمت و مشروعیت خیار عیب را هم میفهمیم این است که یکی از حقوق بایع و مشتریان است که مال را که به یک دیگر میدهه عیب در او باید وجود نداشته باشه و در صورتی که مال عیبی را براش پیش میکنه، یک مالی که نقص نواقص داره را براش پیش میکنه، پس شریعت براش اختیار داده که آن را مسترد بکنه و یا یکی را قبول بکنه. و ضرری که برای شخص دوم میرسه او را هم دفع میکنه. به خاطر چی؟ زمانی که ما معامله های را صورت میگیره، اگر ما یک جنس را نبینیم و بعد را ببریم به خانه خود
و بعد ببینین گوش شکسته و یا اگر لباس بوده یا پاره شده باشه، در این صورت بر ما لازم است که ما متضرر هم نشیم. میتونیم پس همون لباس را بیاریم و یعنی مسئله را با کسی که بر ما فروخته را حل بکنیم و تا اینکه ما متضرر نشیم و او هم همون جنس خراب خود بالای ما به فروش نرسانه. و مورد بعدی ما که امروز درس را میخوانیم کتمان عیب هست، یعنی پوشانیدن همون عیب. یعنی ببینین که ما امروز در دکان‌ها و یا در موارد بسیار زیاد سر میخوریم که دکاندارها همون جنس خود را، کیفیتش یا همون اجناس خود را اصلش پنهان میکنن، یعنی موارد بسیار دروغ در او داخل میکنن. در یک حدیث شریف از رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میفرماید مسلمان برادر مسلمان هست و برای هیچ مسلمانه جایز نیست که با برادر مسلمان خود جنس معیوب را به فروش برسانه و جز در صورتی که عیب از او را آشکار شده باشه. اگر در صورتی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هست که مسلمان برادر مسلمان هست، یعنی هیچ وقت مال را که معیوب باشه را بالای مسلمان به فروش نمیرسانه، مگر ای که جنس خود را بگویه که اینی جنس ما اینی عیب را داره. اگر شخص خواست میگیره و اگر نخواست او را قبول نمیکنه. و فرموده است در مورد دوم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر بایع و مشتری در بیع صدق و راستی را پیشه بکنن و حقیقت را توضیح بدن، یعنی بگویه که نمی جنس ما این کیفیتش پایین هست، جنس اصل نیست، موادش مثلا خوب درست نیست، اینا را اگر بگوین معاملهشان پربرکت می باشه. و اگر دروغ گفتن و یا پنهانکاری در وجود داشته باشه، پس داد ستاتشان نابود خواهد شد و یک چیز بی برکت و بی خیر هم می باشه. این هم بود بخش کتمان عیب. و شاگردای عزیز، در قسمت حکم خیار عیب هم بدانیم که چی حکم داره. هرگاه یکی از متعاقدین عیب را در مبیع و یا ثمن دریابد، میتونن آن را رد بکنن. هرگاه ما جنس را خریداری کردم در او عیب بود، میتونم را پس دوباره مسترد کنم و رد بکنم. و حتی ای که زمانی که من یک جنس را میگیرم و او جنس اگر مورد قبول من نباشه، عیب در او یافتم و یا پول خراب باشه بر شخص خریدار بودم، پس معلوم داره در این صورت او هم رد میکنه، چون نیاز اصلی این هست که یکی دیگه خود را ما باید متضرر نسازیم. شروط ثبوت خیار عیب هم بفهمیم که کدام موارد هست. وجود عیب پیش از عقد و یا پیش از تسلیم گیری مال باشه، یعنی اما عیب را که ما در یک جنس میبینیم پیش از این باشه که ما را تسلیم شدیم و به خانه خود بردیم. یعنی از جمله شروط اساسیش اینمی هست که باید وجود عیب را در وقت باید به او ببینیم که ما را تسلیم نشدیم، یعنی در ملکیت خود قرار ندادیم. ولی اگر عیب پیش از تسلیم گیری و یا در زمانی که نزد خریدار هست پیدا شد، در این صورت حالت خیار ثابت نمیگرده. یعنی اگر ما یک جنس را گرفتیم و در نزد خودم کسی که مفروشه عیب و نقص داشت، در این صورت خیار وجود نداره و ما نمیتونیم به این بگوییم که خیار را ثابت بکنیم. و در مورد ازی که ناخبری خریدار به وجود عیب در وقتی که عقد و یا وقت قبض عقد از او آگاه باشه، یعنی زمانی که میگیره جنس را میگیره آگاهی هم داشته باشه که می عیب را در این جنس هست، با مو عیبش میگیره و در این صورت اختیار از این نداره که او را فسخ بکنه و یا ای که رد بکنه، به خاطر ازی که خودش به او موضوع راضی شده و راضی کرده خود را. و عدم اعلان، ببینین که این موضوع چی هست و شامل کدام موارد هست. ابراء خریدار از عیب ها، یعنی زمانی که همون شخص خریدار بگوید که اینمی مال ما اینمی عیب ها را داره، اگر میخری اینه بسم الله، اگر نمیخوای هم اختیار داری. و این باید در اون محل که اینها توافق صورت میگیره و عقد را انجام میتن باید وجود داشته باشه. و زمانی که اگر با عیب شخص قبول میکنه، پس در این صورت گفتیم که خیار هم وجود نداره و در این صورت مشتری اختیار داره، اختیار خود را از دست داده به خاطر از اینکه خودش با عیبی که جنس داره و خریدار برش گفته او قبول کرده. این هم مواردی که در مورد عدم اعلان هست. احکام خیار عیب چی هست؟ هرگاه خریدار در مال فروخته شده عیب را کشف کرد، ولی اختیار دارد اگر خواست آن را در بدل تمام ثمن قیمت میگیره، قیمتی که برابر شده دوباره پس میگیره، و اگر خواست آن را رد میکنه، ولی حق آن را نداره که مال را نگهداری کنه و خواهان جبران خساره گردد. زمانی که من یک جنس را رفتم خریدم و او جنس عیب هم داشت، با وجود عیب را دوباره نگهداری کردم پیش خود
و او عیبش یعنی بزرگتر هم اگر شد، در این صورت من حق از این ندارم که پس بیایم دوباره بگویم که بیای نه تاوان از این بده، به دکاندار بگویم که تو تاوان همین جنس مرا دوباره بده. نه، حق از این ندارم، به خاطر از اینکه خودم او را نگهداری کردیم و او باعث شده که او خراب شود. و اگر از جانب مقابلم راضی باشه و میگه مثلا جنس را گرفتی اما عیب را داشت، پس مانعی وجود نداره، احکام خیار اینجا تطبیق میشه. و ای که هرگاه در مال پس از قرار گرفتن در دست خریدار، یعنی ای که کسی را خرید عیب در او پیدا کرد و بعد بر عیب ها اطلاع پیدا کرد، زمانی که یک جنس را خریداری کرد در او عیب های پیدا شد و بعدا از عیب ها خبردار شد و با خبر شد که در نزد فروشنده وجود داشته، یعنی زمان کسی که فروخته این عیب ها بوده، در این حال حق داره که ضرری که به او عاید گردیده را از فروشنده طلب بکنه. یعنی زمانی که ناگاه هست و خریدار خودش خبر داره که ما جنس را خریدیم خراب بوده ولی به مشتری را فروخته، در این صورت مشتری حق از این داره که اون ضرری که برش رسیده را از شخص بخواه و طلب بکنه و مال را پس دوباره میتونه تسلیم بکنه به شخصی که گرفته. و جز در حالتی که فروشنده تن به باز گرفتن آن در حالت معیوب بودنش هم دهد، یعنی این قسم زمانی که فهمیده باشه که عیب هم داره ولی بازم قبول کرده، در این صورت دیگه مشکل وجود نداره، چون شخص خودش امو عیب را با جنس را با امو عیبش قبول کرده. درس امروز ما همین قدر بود شاگردای عزیز و درسمان را یک جنبندی بکنیم. ای که کدام موضوعات را امروز فهمیدیم و یاد گرفتیم. تعریف خیار عیب را فهمیدیم، ای که چیزی هست که اگر در یک جنس یا در یک شی ما نقص عیب را پیدا میکنیم، حق از این داریم که او را مسترد بکنیم و او را دوباره رد بکنیم و یکی او را قبول بکنیم. احکام خیار عیب را هم فهمیدیم که کدام حکم بالای از تطبیق میشه و گفتیم که هرگاه خریدار در مال فروخته شده عیب را پیدا میکنه میتونه اختیار داره اما مال و یا جنس را پس دوباره تسلیم بکنه و در صورتی که از خود فروشنده به شکل خرابش، اگر از پیش فروشنده به شکل خرابش گرفته باشه و بعدا متوجه عیب شده باشه، میتونه پس به فروشنده مراجعه بکنه و بگه که این جنس را که تو به من دادی این عیب ها را داشته، یا میتونه ردش بکنه یا که با مو توافق بین اینها صورت میگیره را قبول بکنه. و موارد هم هست که اگر مشتری خودش جنس را عیبش را دیده ولی بازم جنس را خریداری کرده، در این صورت خیار وجود نداره، چون اینها هم توافق هم کرده و هر دو طرف به این راضی بودن. این هم بود درس امروز شاگردای عزیز و در قسمت آخر شما یک کارخانگی هم دارین، پس کارخانگیتون رو نوشته بکنین. خیار عیب را تعریف کنید. دوباره میگم خیار عیب را تعریف کنید. این هم بود کار خانگیتان. شاگردای عزیز درس امروز همینجا به پایان میرسانیم. تا درس بعدی همتون به خداوند یکتا میسپارم. وقت شما بخیر. خداوند نگهدار همه ما شما باشه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.